سلام بچه ها، خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ امیدوارم حال دلتون همیشه خوب باشه. امروز اومدم با آموزش خوشمزه ترین و راحت ترین غذای گیلانی پامادور خورش. برای درست کردنش نیاز داریم به گوجه پوره شده، تخم مرغ، سیر، ادویه ها و روغن. خب زیر گاز رو روشن میکنیم که قشنگ آب گوجه فرنگی گرفته بشه. تا آب گوجه گرفته بشه تخم مرغ و سیر رو جدا سرخ میکنیم و بعد بهش اضافه میکنیم. سیر رو بهش اضافه میکنیم. سیر رو که خوب تفت دادیم بهش تخم مرغ رو اضافه میکنیم. بهش نمک فلفل میزنیم. توی تخم مرغ روغن بیشتری ریختم دیگه، با همین روغن با گوجه مخلوط میکنم که قشنگ گوجه هم سرخ بشه. خوب که هم زدیم تخم مرغی که از قبل سرخ کرده بودیم و بهش اضافه میکنیم. با هم روغنش و بعد میذاریم گوجه هم قشنگ سرخ بشه. یک مقدار روغنش کم بازم بهش اضافه میکنیم و میذاریم قشنگ سرخ بشه. خب خورشتمونم دیگه آماده است. اینم از آموزش پامادور خورش. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. اگه دوست داشتید ما رو به دوستاتون معرفی کنید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. تا آموزش‌های بعد، خدا نگهدار.